پس حکم نماز ویتر چی است؟ نماز ویتر برادر و خواهران گرامی این سنت مؤکده است. رسول الله بر آن اهمیت زیاد و ویژه می‌دادند. پس کدام شماره ویتر بهتر است؟ بهتر است برای نمازگزار این است که ویتر را با یک رکعت بخواند، یعنی که دو رکعت بخواند در آخر یک رکعت بخواند. دلیل آن این حدیث عایشه رضی الله عنها است که گفتند که رسول الله صلی الله علیه و بین انجام نماز عشا که مردم آن را عتمه می‌نامیدند و فجر نماز می‌خواند، دیگه بعدی بین نماز خفتن و فجر نماز می‌خواندند، 11 رکعت می‌خواندند. هر دو رکعت سلام دادند، دو رکعت می‌خواندند سلام دادند، دو رکعت می‌خواندند سلام دادند و ویتر رو با یک رکعت می‌خواندند. روایت مسلم. ویتر خودش ویتر تاق یک رکعت است، تاق است. مثلا افضلیت با یک رکعت نماز ویتر خوندن این بهتر است، اما 3 رکعت هم ثابت است، این هم جایز است و 5 هم جایز است، 7 هم جایز است. نماز ویتر را ما مفصل بیان کرده هستیم. پس نماز ویتر رو با 3 رکعت چگونه خوانده می شود؟ پس نماز ویتر رو با 3 رکعت دو طرز دارد. طرز اول 2 رکعت میخوانی سلام میدی، پس 1 رکعت میخوانی. طرز دوم 3 رکعت پای در پای میخوانی بدون اینکه در اتحیات بنشینی مثل نماز شام آن را قرار بدهی، این کدام انجام نمیدی، بلکه 3 رکعت باید سلام میخوانی. پس آیا ثابت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن ویتر سوره های معین میخواندند؟ بله ثابت شده است. از ابی ابن کعب روایت است که گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ویتر در رکعت اول سبح اسم ربک الاعلی میخوانند، سوره اعلی را میخوانند و در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون میخوانند. پس این سنت است که در نماز ویتر سوره اعلی و در رکعت دوم سوره قل را بخوانی و در رکعت سوم سوره اخلاص را، رکعت سوم بعد سوره فاتحه سوره اخلاص را بخوانی. در روایت نسائی است. و همچنین بعد از سلام دادن ویتر سبحان الملك القدوس 3 بار گفته می شود. این رو هم فراموش نکنید. بعد از سلام ویتر سبحان الملك القدوس 3 بار گفته می شود. یعنی که بعد اون که تو نماز ویتر را خواندی سلام دادی این ذکر رو 3 بار گفته می شود. در روایت ابی داود این ذکر شده است و آواز رو بلند میکنی، در اینجا 3 بار میگویی سبحان الملك القدوس. پس آیا اگر انسان بغیر این سوره هایی که ما گفتیم در ویتر دیگر سوره ها را بخواند برای جایز است؟ بله جایز است و شاید از سنت این باشد گاه دیگر سوره ها هم بخواند در نماز ویتر. آیا در یک شب بیشتر از 1 بار ویتر خواندن جایز است؟ یک چند ویتر خواندن؟ و در روایتی که ابی داود ذکر می شود رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که در یک شب 2 ویتر نیست. انسان 1 بار ویتر میخواند خلاص دیگر 2 ویتر خواندن نمی شود، 1 بار ویتر خواندن می شود. چون سوال میشد که ما نماز تراویح را با امام میخونیم ویتر میکنیم بعد در خانه با ویتر ایسر بخونیم، اگه ویتر بخونیم میشود؟ نه، خلاص تو ویتر خواندی. نه که اگر نماز نافله بخونی باید باقی ندارد. پس سوال میشه که کسی که ویتر خواند آیا بعد از خواندن ویتر میتواند قیام شب کند، نماز بخواند؟ بله جایز است برایش میتواند. از قیس ابن طلق ابن علی در یک روز رمضان نزد امام میگوید در نزد ما شام کرد و افطار نمود و سپس شب قیام کرد و با ما ویتر خواند، بعد به مسجدش رفت و با یارانش در آنجا نماز خواند. در اینا نماز را خواند، مسجدش رفت، با یارانش در آنجا با نماز خواند. اما وقتی که نماز ویتر رسید، وقتی خانه نماز ویتر رسید در آن مسجد خودش، یک مرد دیگر را پیش گذاشت و آن نماز را خواندند و گفتند که زیرا من از پیامبر شنیده بودم که در یک شب 2 ویتر نیست. این سخن را سپس گفتند روایت ابی داود. و کسی که میخواد ویتر را 3 رکعت بخواند آیا بعد از رکعت دوم برای تشهد مینشیند یا نمینشیند؟ نه، برای جایز نیست، بلکه 3 رکعت ویتر را با یک اتحیات میخواند تا با نماز مغرب مانند نشود. زیرا از ابی هریره روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود ویتر را 3 رکعت مثل مغرب نکنید گفتند. در روایت ابن حبان من کردگی است. رسول الله من کردم گفتم ویتر رو 3 رکعت مثل نماز مغرب نخونید، نماز ویتر رو 5 که 7 رکعت بخونید گفتند در دیگر روایت، و آن رو با نماز مغرب مانند نکنید، مانند نسازید گفتند. پس معنیش نیست نماز ویتر رو با نماز مغرب مانند کردن جایز نیست، منع شده است. 3 رکعت خوانده میشود، با یک اتحیات خوانده میشود. پس کسی که از پشت امام نماز میخواند سپس میخواهد که نماز ویتر رو تنها بخواند، یکی میخواهد با امام این ویتر رو نخواند سپس چیکار نماید؟ سپس باز نمازهای الهی بخواند و سپس ویتر رو بخواند، باکی ندارد. یکی مسئله جایز بودن امر جایز و روا است و این نقطه رو در بالا با وسیع‌تر بیان کردیم. و کسی که با امام اگر ویتر رو خواند سپس در خانه‌اش پیش از بامداد وقت دارد، آیا میتواند نماز شب بخواند؟ آیا برای جایز است؟ بله جایز است، مشروع است، اما دیگر برای ویتر نمیخواند. اما دعای قنوت در ویتر کی خوانده میشود؟
پیش از رکوع هم جایز است و بعد از رکوع هم جایز است، باکی ندارد. امر در این واسه است. تو یک کس میکشد به سوی خود میگه نه پیش از رکوع صحیح است، یک کس بعد رکوع اشکالی نداره، هر دوشون جایز و روا است. و پیامبر صلی الله علیه و درباره دعای قنوت بر صحابگان کرام چی تعلیم دادند؟ از جمله آن چیز که به حسن ابن علی رضی الله عنه آموزاندند. حسن میفرماید رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و به من چند کلمه یاد داد که آن را در قنوت ویتر بخوانم. در همین جا از حسن ابن علی انمی دعای قنوت وارد شده است. امر مستحب است، گاهی بخوان گاهی نخوان دعای قنوت را، گاهی قنوت کن گاهی قنوت نکن، گاهی دست برد گاهی دست من. در این امر واسع است. یگان جای کشمکشش نیست. در روایت ابی داود اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فیما اعطیت الی آخر، تا آخرش که این رو همگی بفهمن که را خدامای سوره فاتحه قنوت رو خوب میدونن. پس سوال میشه که آیا حتما باید همین دعای قنوت خونده شود؟ گفتیم شرط نیست. نمازگزار هر دعایی که میدوند در این جای قنوت میکنه در همین جای دعا را بکند، اشکال نداره، برای جایز است. چون یک در نمازهای تراویح قنوت میشود این رو نمیخونن، دعای گوناگون میخونن. اما که در غیر رمضان هم در ویتر قنوت گوناگون خونده میشه، جایز است. آیا در قنوت دراز کردن دعا جایز است؟ دراز کردن دعا در قنوت جایز و روا نیست، چون رسول الله صلی الله علیه و بر حسن دعای کوتاه را فراگیر تمام مسائل را تعلیم دادند. اما اگر کسی تنها گذار باشد نماز بخواند، بگذار نماز را طولانی بخواند، بگذار رکوع را طولانی کند، بگذار دعا را طولانی کند، برایش امر واسع است. در این قنوت همون دعا را معنای دعا هست. دعایی که در ویتر کرده میشد را قنوت میگویند، قنوت کردن. پس حکم در این که امام بعضی وقتا قنوت را ترک میکند چی است؟ در تراویح میشود این کارا درست است، اشکال ندارد. گفتیم قنوت از واجب داخل نمیشود، گاهی هم ترکش اشکال ندارد. در بالا گفتیم گاهی بکند گاهی نکند، گاهی دست بردارد گاهی دست نبردارد. و حکم استغنا با دعای ویتر و غیره چی است؟ از سلف صالح رحمت الله علیهم ذکر نشده است که این رو به احتیاج دانسته باشند، یا که این رو به نیاز دانسته باشند، یا این رو همیشه ترک کرده باشند، بلکه وای دعا این سپر مسلمان است، یراق مسلمان است، همیشه کرده می شود، همیشه گفته می شود. پس حکم زیاده کردن و علاوه کردن دعا در ویتر چی است؟ اشکال ندارد، ولی طولانی بد نشود که اگر که امام باشد برای مردم مشقت شود. تناگذار باشه اشکال ندارد. درباره گریه بعضی از مردم در دعا در نمازهای فرضی و نفل چی است؟ باکی ندارد. گریه اگر به اختیار می آید باکی ندارد. در این امر واسع است. اگر با خشوع و فروتنی باشد، از ترس الهی باشد، این برکی مطلوب است. تأثیر قرآن در قلبش است و غیره. پس کسی که اگر ویتر رو شبانه از دست داد، بدتر آن را در روز قضا می‌دارد. اما ویتر نه، بلکه جفت. اگر یک رکعت می‌خونه دو رکعت می‌کنه، اگر سه رکعت می‌خونه چهار رکعت می‌کنه. از ابو سعید خدری رضی الله عنه که پیامبر حسن فرمود هر کس که ویتر خوابش برد یا آن را فراموش کند، وقتی که به یادش رسد یا بیدار شد، پس آن را بخواند. گفتن آن را ادا می‌کنه یکی چیز با جفت. پس این برای آن کسی که آن ویتر رو به قصد ترک کرده است، در خواب اون فراموش کرد. بعضی از زن‌ها میگویند که در نماز تراویح که حاضر می‌شوند، روح‌های خود را می‌پوشانند. آیا این امر جایز است؟ اگر مرد نامحرم باشد بله اشکال ندارد، ولی اگر الهیده باشن محکم باشن نباید زن رویش بپوشاند. پوشیدن رو در نماز جایز و روا نیست مگر در ضرورت. و بعضی از مردم در مسجدها جاهای خود را همیشه عوض میکنند. آیا این حکمش چی است؟ آیا این جایز است؟ این کار اصلا لازم نیست و چون این وقت زیادی را باز ضایع میکند، شاید دیگه کسا را آزار بدهد مثلا. اما جاهای خالی باشه، جاهای خالی باید پر کرده شود. و اینم از سنت نیست جاها را عوض کردن مثلا در تراویح، چون اساس پیامبر گفتن هر کسی که با امام قائم شود تا امام برگردد نماز را به انجام برساند، برای او ثواب قیام شب نوشته میشود. گفتن روایت ترمذی ده. و بعضی از مردم در رمضان از پشت امام هنگامی که نماز میخوانند با دست خود مصحف ها را میگیرند و از روی مصحف نگاه میکنند. حکم این چی است؟ این کار اصلا لازم نیست، چون این کار ذهن رو مشغول میکند، کاری به حاجت است و همچنین باعث میشود که ترک سنت شود، گذاشتن دست راست درباره دست چپ یا که برداشتن دست ها ترک این شود. برای کار این کار جایز نیست. یعنی ترک کردن آن بهتر است، یعنی ترک کردن آن یعنی که بهتر است. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت. خوب هستید ان شاء الله؟ خوب هستید. شما گفته بودید که با جای دعای قنوت با زبان خود تاجیکی ممکن نیست خواندن. ما این رو گفتگی نبودیم، ما این رو گفتگی نیستیم، بلکه ما گفتیم که تلاش نمایید که در نمازهای فرضی یا که نفلی دعاهای قرآنی بخونید، دعاهای قرآنی بخونید. اگر دعای نمیدونید، اگر که در ویتر هم حتی با سوال شما برمیگردید، در ویتر هم اگر که شما دعای نمیدونید، پس با زبان تاجیکی هم دعا کنید، ولی که تلاش نمایید که دعای رو بیاموزید. البته دعاهای سنتی باشد، با زبان عربی باشد اصلا باید، ولی با جای دعای ویتر، با جای همون دعایی که قنوت است، با جای وای دیگر دعا هم کردن برای انسان جایز و روا است و امر در این واسع است. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
دعای ویتر با زبان تاجیکی خواندن ممکن است؟ حاضر گفتیم که همین گفتیم. اگر نمیدانی پس اذیت کن، تا اذیت کردن پس دعا کن. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام. این گونه مسجدها مسجد زیرا چگونه مسجد زیرا؟ مسجدهایی که در آنجا شکار اهل سنت است، در آنجا سنت های پیامبر جنایت است، مسجدهایی که در آنجا توطئه ها، گفتارها بر ضد سنت، بر ضد کتاب و سنت گفته می شود، مسجدهایی که در آنجا به سوی بدعت، به سوی شرک و بدعت و کفر و ضلالت دعوت کرده می شود، مسجدهایی که در آنجا همیشه سخنی نادرست و ناجا و غیبت و دیگر چیزها است، در آنجا امر به معروف نهی از منکر نیست. اینا مسجد زیرا گفته میشد. اینها را خیر در همه جا بسندگی میکنیم، اکتفا میکنیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. الله از ما و شما قبول نماید و بر ما و شما توفیق بدهد و ما را با اهل خیر پیوست نماید و ما را از این نعمت های ماه رمضان محروم نسازد، بلکه ما را به شب قدر برساند و توفیق بدهد. درس دیگر ان شاء الله در بیان دهه اخیر و شب‌های قدر سوال جواب میکنیم و در این موضوع صحبت میکنیم باذن الله تعالی. و الله سبحانه و تعالی توفیق میطلبیم و توفیق میخواهیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.